در مورد اندامهای مرتبط با دستگاه گوارش، اولین بخشی که بررسی میشه غدد بزاقی هستن. میخوایم با هم دیگه این مورد رو بررسی کنیم. غدد بزاقی 3 جفت غده هستن در حفره دهان که همگی وظیفهشون ترشح بزاق هست به داخل حفره دهان. از این جمله چند تا نکته برداشت کنیم دیگه. 1. تعداد غدد 3 جفت یا 6 عدد. مکانشون در حفره دهان، وظیفهشون ترشح بزاق به داخل حفره دهان هست. این غدد بزاقی شامل غدد بناگوشی، زیر آرواره‌ای و زیر زبانی هستند. نکاتش رو تک تک میخوایم با همدیگه بررسی کنیم. غده بناگوشی همونجور که در متن کتاب درسی هم آورده شده بزرگترین غده بزاقیه که نسبت به سایر غدد بالاتر و عقبی تر قرار گرفت. یعنی هم از نظر جایگاهی بالاتره، یعنی مثلا به مغز نزدیکتره، و هم از لبها یا ناحیه جلوی بدن دورتر هست، عقبتر قرار گرفت. ترشحاتی که انجام میده نسبت به سایر غدد حجم بیشتری دارن، رقیقتر هستن و این ترشحات رو از طریق یک مجرای بلند در نزدیکی فک بالا به دهان تخلیه میکنه. منظورش از این مجرای بلند بچه‌ها این مجراست، یک مجرای بلند در نزدیکی فک بالا که ترشحات غده بناگوشی از طریق اون به داخل حفره دهان ریخته میشه. پس ما از غده بناگوشی چند تا نکته فهمیدیم. 1. فهمیدیم که بزرگترین غده است. نکته دومی که فهمیدیم اینه که بالاتر قرار گرفته، از نظر جایگاهش توی بدن نسبت به سایر غدد بزاقی بالاتره. همچنین عقبی تر هست. ترشحاتش حجم زیاد دارن و در عین حال رقیق هم هستن، یعنی اون غلظت بزاق نسبت به زیر آرواره‌ای و زیر زبانی کمتره، رقیق‌تر. و جمله‌ای که توی سوال کنکور اومد، این جمله پایانی هست: مجرای بلند در نزدیکی فک بالا. ببینید تیپ سوالات کنکور همینه دیگه، به شما نمیگه که مستقیم ما داریم راجع به غده بناگوشی صحبت میکنیم. میگه یه غده بزاقیه که از طریق یه مجرای بلند در نزدیکی فک بالا ترشحاتش رو به داخل دهان میریزه. شما از این تعریف باید متوجه بشید که داره راجع به غده بناگوشی صحبت میکنه. پس این خیلی مهمه و سوال کنکور بوده، یعنی توی کنکور این مورد اومده. غده بعدی که با هم دیگه بررسیش کنیم غده زیرزبانی هست. غده زیرزبانی جلوتر از غدد دیگه قرار داره. ترشحاتش هم توسط تعداد زیادی مجرا در نزدیکی فک پایین به دهان ریخته میشه. پس جلوترین غده هست. ترشحاتش توسط تعداد زیادی مجرا به داخل دهان ریخته میشه در نزدیکی فک پایین. دارید تو شکل هم میبینید این غده زیرزبانی که جلوتر قرار گرفته نسبت به زیر آرواره‌ای و بناگوشی و از طریق تعداد زیادی مجرا در نزدیکی فک پایین ترشحاتش رو به داخل حفره دهانی میریزه. پس ما فهمیدیم که جلوترین غده هم غده زیرزبانی است. غده دیگه که بررسی کنیم زیر آرواره‌ای هست.
که ترشحاتش توسط مجرای بلند در نزدیکی دندانهای جلویی در فک پایین به داخل دهان تخلیه میشه. خب مجرای بلند در نزدیکی دندانهای جلویی فک پایین. این جمله رو با اون جمله‌ای که من گفتم مربوط میشه به بناگوشی، این دو جمله تفاوتشون چیه؟ فک بالا و فک پایین. اولین تفاوتی که دارن، یعنی شما باید سر جلسه کنکور اینها رو از همدیگه تمایز بدین، اینه که این در نزدیکی فک بالاست، این مجرای بلندش در نزدیکی فک پایین و دندانهای جلویی هم تو شکل میبینی. این قده اومده از طریق یه مجرایی در نزدیکی دندانهای جلویی در فک پایین ترشحاتشون میریزه، یعنی تعداد زیاد مجرا نداره. پس از همین تعاریف ساده کتاب درسی چند تا نکته رو ما میتونیم برداشت کنیم در راجع به تعداد مجرا. این که بیشترین تعداد مربوط میشه به غده زیرزبانی و مجاری بلند مربوط میشه به بناگوشی و زیر آرواره. تفاوتشون چیه؟ بناگوشی فک بالاست، زیر آرواره‌ای فک پایین و دندانهای جلویی. نکات شکل رو هم اگه بخوایم دیگه با هم بررسی کنیم، میبینید که بناگوشی بالاتر قرار گرفته، از این ور عقب‌تر قرار گرفته، زیر آرواره‌ای پایین تر از بقیه هست و زیر زبانی جلوتر از بقیه. حالا یه سوال، به نظرتون کوچیکترینشون کدومه؟ ما گفتیم بزرگترین میشه بناگوشی. حالا کوچیکترینشون به نظر شما زیر زبانیه یا زیر آرواره‌ای؟ یعنی شما با این اطلاعاتی که تو شکل دارید میبینی باید بتونید به این سوالات پاسخ بدید. یعنی بزرگترین غده که خیلی بهش اشاره کردیم، کوچکترین غده، بالاترین غده که این دوتا گفتیم مشترکه، و پایین ترین غده. اما نکته ترکیبی و مهمی که اینجا باید بهش اشاره کنیم و مربوط میشه به سایر فصول کتاب، اینه که پل مغزی تنظیم کننده ترشحات بزاق، یعنی بزاق رو ترشح می‌کنید. عوامل مختلفی هستند. اگر شما بخواید علمی و سطح بالاترش رو بدونید، عوامل مختلفی هستند که در ترشح بزاق نقش دارن. مثلا یه سریش عوامل روانیه، یعنی شما مثلا اگه به غذای خوشمزه یا همین الان که دارید صدای منو میشنوید، اگر به مثلا یه لواشک ترش مزه فکر کنید، با اینکه اصلا در دسترستون نیست، حتی فکر کردن به اون هم باعث میشه ترشح بزاقتون انجام بشه، همون که میگن دهنت آب افتاد و اینا. از ترشح بزاق چندین عامل داره و چندین تنظیم مختلف براش هست، اما اون چیزی که شما مهمه در کنکور بدونی اینه که پل مغزی تنظیم کنندش. نکات دیگه‌ای که من میتونم در مورد شکل بهش اشاره کنی، در مورد شکل مثلا غده بناگوشی ببینید یک انتهای پهنی داره، یک انتهای باریکتر. انتهای باریکتر به سمت پایین قرار گرفت، یه شکل ناموزونی داره. مجراش به نوعی میشه گفت یا به طرزی میشه گفتش که از اون قسمت بالایی، از اون 1/3 بالاییش منشعب شده و به بیرون اومده و این مجرا به ناحیه در کنار دندونهای آسیاب فک بالا تقریبا، یعنی به دندانهای نیش و دندانهای پیش نمیرسه. در اونجا این موارد رو تخلیه میکنه، در حالی که غده زیر زبانی و زیر آرواره‌ای
ترشحاتشون رو نسبت به این غده بناگوشی به دندانهای جلویی نزدیکتره محل خروج ترشحاتشون. پس این یه نکته ریز دیگه. نکته دیگه در مورد این استخوان‌های فک هست. همش دارید میبینید که دندون‌ها روی اونها سوار شدن. یک استخوان‌هایی که در بالا ضخامت کمتر رفته ضخامت این استخوان افزایش پیدا میکنه و در پایین باز دوره ضخامتش کم میشه. ماهیچه هایی که مربوط میشه به ماهیچه های لب، ماهیچه هایی که شما میتونید باش فکتون رو تکون بدید، به چه صورت قرار گرفتن، نحوه قرارگیری دندان ها. و یه نکته دیگه راجع به غده بناگوشی بگم که همونطور که دارید میبینید بالاتر از لاله گوش نیست، پایین تر از لاله گوشه. تقریبا از جایی که شما خط ریشتون شروع میشه از اونجا قرار داره و اما از لاله گوش پایینی اومده پایین تر و خیلی اومده پایین تر. این اندازه بزرگ این غده رو خیلی بهش توجه کنید، خیلی بهش توجه.